مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک عکس از جای حادثه خبر داد که صبح بر وقت یکم مای سال 2023 بر اثر یک صدمه پرقربانی در کیلومتر 154 شورای دوشنبه خوجند چنوخ در حدود نویه عینی بر اثر بجری عمقش تقریبا 200 متر چپه شدن ماشین مسافرکش تمغه استارکس 6 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر یک زن و 3 کودک جراحت‌های وزنی برداشتند. بنا به اطلاع این نهاد صبح بر وقت یکم مای ساعت 04:10 به قسم نوبتداری کمیته زنگ زده خبر دادند که در کیلومتر 154 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه عینی صدمه رخ داده است. نجات بخشان از شعبه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در وادی زرافشان به جای حادثه آمده معاین کردند که راننده یک ماشین مسافرکش تمغه استارکس که از مرکز نویه عینی به طرف شهر پنجکیت حرکت میکرد از روده دوره واسطه نقلیات برآمده نتوانسته و در نتیجه ماشین او بجری عمقش قریب 200 متر چپه شده است. نجات بخشان با کمک وسایل کوهنوردی بجری فرآمده بازم به واسطه تجهیزات مخصوص جسدهای راننده و 5 مسافرش را از داخل ماشین بیرون آوردند و به مقامات دخل دار سپردند. 3 کودک و 1 زن را با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان مرکزی نویه عینی انتقال دادند. گفته می شود در اطلاعیه تفصیلات دیگر و نام قربانیان این صدمه مدهش هنوز نشر نشده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی این صدمه پرقربانی بار دیگر از رانندگان خواستند که در راه از حد اکثر احتیاط کار گرفته قاعده‌های حرکت در راه و سرعت حرکت را رعایت کنند. در همین حال مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 29 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 17:00 راننده ماشین تمغه خوندای الانترا تحت اداره برهانوف رجب علی سال تولدش 1994 ساکن نویه شهر نف هنگام حرکت سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در نزدیکی دهه توده جماعت دیهات میرزا رضای شهر ایسار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ ایوبوف اسرائیل سال تولدش 2016 ساکن شهر ایسار را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت تفتیش حادثه مذکور ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.